د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد د سکای نیوز رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې افغانان به هیڅکله اجازه ورنکړي چې د خپلې خاورې یوه برخه بل هیواد ته ورکړي. یا د رسنۍ ویلي چې ښاغلي مجاهد زیاته کړې چې اسلامي امارت د متحده ایالات سره د سفارتي چارو په برخه کې د پرمختګ په اړه خبرې اترې کړي دي. عزتمندو لیدونکو ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. څېړنې ته ښه راغلاست. د بحث لپاره سره ګډونوال دی ډېر محترم میلمه د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی ډاکټر زلمی افغانیار صاحب. زه یوسف خان لاله یم. افغانیار صاحب ستړی مه شئ، وخت په خیر. خپرونه ته هم په خیر راغلی. افغانیار صاحب، ښاغلي مجاهد ویلي چې افغانان به د هیڅ ډول شرایطو له لاندې خپله خاوره بل چاته ور نکړي. فکر کوئ دغه څرګندونې د څه په معنا دي؟ بسم الله النور الذی یدبر الامور. احترامات خدمت شما. از همین طریق سلام میخوام داشته باشم به خدمت ملت افغانستان، هموطنان عزیز ما و شما در هر گوشه از جهان هستی که هستند. امیدوار هستم آرام و صحتمند باشند، در کمال آرامش روحی روانی همراه اعضای فامیلای محترمشان. از حادثه لرزند به خودکاه نشینان، ما خانواده‌شان غم سیلاب نداریم. خب طبعا که چنین هست. ملت افغانستان از اسلام غلط و ترخم، از واخان بدخشان تا به نیمروز بر محور ازی فکر و ایدهشان هست که حضور خارجی در افغانستان قابل قبول بر ملت نیست. حکومت هم بدون ملت هیچ کاری کردن نمیتونه و پالیسی حکومت هم مبنای عدم حضور خارجی ها در افغانستان بوده هست. اگر این صحبت ها مطرح بحث شد که رئیس جمهور امریکا گویا که ما دوباره به بغرام میاییم و از اینجا هندوستان، روسیه، چین را نظارت میکنین، برمیگرده به پالیسی خصمانهشان در قبال کشورها مبنی بر اشغال. در جهان چندین کشور بودن که به افغانستان آمدن اشغال کردن، اما وقتی که رفتن حتی در همون زمان گذشته شمشیر خود بردن نتونستن و در آخرینش هم که امریکایی ها بود 85 میلیارد دلار تجهیزات نظامی شد در افغانستان ماند. بله داخل شدن به افغانستان بسیار آسان هست، اما برآمدن مشکل هست. کشورهایی که در همون زمان هم سوپر پاور بودن، شبکه استخباراتی فعال داشتن، میگفتن که ما اقتصاد بسیار خوب داریم، به افغانستان آمدن. انگلستان 2 دفعه، روسیه و آخرش هم امریکایی ها بود. خب وقتی که پیام سخنگوی امارت افغانستان مبنی بر این هست که ما عدم واگذاری اراضی افغانستان به هر کشور که باشه را ما پالیسی نداریم، برمیگرده به موضوع حکومتداری که در افغانستان مطرح بحث است. اگر قرار باشه که پایگاه های امن برای خارجی ها در افغانستان ایجاد شود، خب و مبنایشان هم اشغال باشه، خب 20 سال مبارزه مسلحانه به خاطر چی بود؟ اگر چنین برنامه را حکومت می داشت، طبعا که ایجاد فاصله ها فی بین ملت و حاکمیت مطرح بحث می شد. پس وقتی که در این مصاحبه همراه اسکای نیوز پالیسی حکومتداری مشخص شد و همچنین گفته شد که با امریکایی ها رایزنی ها ادامه داره که سفارتخانه افغانستان در امریکا و بالمقابل از امریکا در کابل باشه، از روزهای اولی از روزهای اولی که حکومتداری آمد پالیسیش عدم مداخله خارجی ها در حکومتداری بود. دغه بحث به روز افغانیار صاحب ولې دلته پوښتنه بله دا ده چې ولې د امریکا ولسمشر په وار وار افغانستان یادوي؟ ولې د امریکا ولسمشر په وار وار بګرام یادوي؟ موخه د خپلو خبرو څخه د ښاغلي ټرامپ څه ده؟ ببینین ما یک مقوله عامیانه داریم در وطن، میگن که میراثخور آموخته‌خور سوای میراثخور هست. او در طول چندین دهه گذشته اوضاع افغانستان تجزیه و تحلیل کردن، میفهمند که افغانستان قلب تپنده کشورهای آسیای میانه هست و همون زمانی که ملت افغانستان همراه روس‌ها در جنگ بود، امریکایی ها در کشور همسایه پنجابستان حضور داشتند و افغانستان را اوها تجزیه و تحلیل میکردند و در طول 20 سال حضورشان هم افغانستان را یا سروی کردند. تمام به وجب افغانستان را میفهمند که افغانستان سرشار از معادن هست. اگر یورانیم هست، تالک هست، زمرد و لاجورد و نفت و گاز هست، امریکایی ها بر از این برنامه دارند. اگر در افغانستان برنامهشان خصمانه نمی بود و تعامل مطرح بحث می بود، در 4 سال گذشته کشورهای جهان را مجاب به این میکرد که همنوای امریکایی ها باشند به خاطر عدم به مشروعیت بخشیدن به حکومت فعلی افغانستان. فشارهای محتمل شده را او اعمال نمیکردند. اگر امریکایی ها تعامل میخواستند، حیثیت بلاک شده افغانستان را او رها میکردند. بخش تجارت افغانستان را او نمی آمدند و فرض نمی ساختند.
که حتی تعاملات اقتصادی تجار ما با مشکل مواجه شود و وقتی که بر ملت ما فشار او اعمال میکنن طبعا که تعاملاتی که مطرح بحث میشه باید بر محور حفظ منافع ملی ما باشه، نه به ادامه برنامه‌هایی که امریکایی ها میخوان. صحیح. اوس چې د تعامل هم خبر شوی لکه څنګه چې ښاغلي مجاهد له سکای نیوز سره په مرکه کې ویلي دي چې غواړي امریکایانو دلته راغلي او خواست یې کړی چې باید تعامل وشي، یعنی په ټوله کې سفارتونه دواړو لورو ته خلاص شي، هم په واشنګټن کې د اسلامي امارت سفارت او په کابل کې د امریکا سفارت. فکر کوئ چې په رښتیا هم امریکا او اسلامي امارت څومره رسمیت پیژندنې ته او څومره تعامل سره نږدې دي؟ ببینین اگر ما بحث تعامل و به رسمیت شناسی مطرح بحث قرار بدین، زمانی که امریکایی ها و 47 کشور در افغانستان حضور داشت تمام دنیا ما را به رسمیت میشناخت. سنا داشتن، پارلمان داشتن، قانون اساسی بود، ارگ بود، سپیدار بود، وزیر خارجه امریکا چکاره بود که میمد تقسیم قدرت سیاسی 50-50 میکرد. وزیر خارجه امریکا چکاره بود که برای ما اعضای کابینه را معرفی میکرد. اگر قرار باشه رسمیت شناسی ما به همون منوال باشه، پس بهتر است که جهان ما را به رسمیت نشناسه و ما در افغانستان حکومت اقتصاد محور داشته باشیم، افغانستان ما استقلالیت اقتصادی و سیاسی داشته باشیم. در روزهای اول هم که جمهوریت رفت و امارت آمد، سخنگوی امارت اسلامی اعلام کرد که ما با تمام دنیا میخواهیم تعامل داشته باشیم با شمول امریکا که 20 سال با او در مبارزه مسلحانه بودیم. اما در تقابل سیاسی عدم تعریف منافع مطرح بحث است و در تفاهم سیاسی تعریف منافع. امریکایی ها برای ما دموکراسی را میخواهند، برای ما احقاق حق شهروندی را میخواهند، احقاق حق دختر و خواهر افغان را میخواهند. ما مسلمان هستیم، میگیم لا اله الا الله محمد رسول الله. در فلسطین مردم غزه همچنین میگه. چرا همین پیام را بر از او نداره و اسرائیل مجاب نمیکنه که قتل و وحشت و دهشت را خاتمه بده؟ امروز هم بیش از 70 نفر شهید داشتن. فرق ملت مسلمان افغانستان با ملت مسلمان فلسطین چی هست؟ که اوج 100,000 زخمی، 60,000 شهید، 20,000 اطفال شهید، چند صد خبرنگار کشته شدن و چند صد طفلشان از گرسنگی شهید شدن. 95% غزه هم ویران شد. آخر طرح ترامپ مبنی بر از اینکه 5 سال انگلیسی ها بیان مدیریت بکنن نوار کرانه باختری را. چطور تقابل شد؟ پس هدف نهایی امریکایی ها حضور نظامی در ایجا به خاطر فشار آوردن بالای روسیه و چین و هندوستان هست، نه بحث ملت سازی و حکومت سازی. وقتی که در تقابل قرار دارن میگن حکومت همه شمول. ما یک سوال از جناب ترامپ داریم. در طول 20 سال خود جو بایدن که بر افغانستان شما برنامه داشتین، در افغانستان 350,000 نیرو داشتین، همون حکومت همه شمول چرا ساخته نشد؟ اگر حکومت همه شمول میساختین، در نشست بن که تا ولسوال هم تقسیم شده بود فیمین رهبرای احزاب 7 گانه و 8 گانه، امارت اسلامی فعلی و طالبان وقت در او کابینه نباید ولسوال و ولی می داشت که 20 سال در افغانستان تو میدان جنگ نمی بود. اعضای هیئت رهبری امارت اسلامی اعلام کردن، گفتن اگر خارجی ها در افغانستان نمی بود ما افغان ها مشکل خود حل می ساختیم. پس مبارزه مسلحانه ما به خاطر حضور خارجی ها بود. خب منفعت حضور خارجی ها در افغانستان چی بود؟ 97 حزب سیاسی، 130,000 نهادهای اجتماعی فرهنگی و تقسیم قدرت بر انگلیس و فرانسه و امریکا و کشورهای دیگه که در سنا و در پارلمان در کابینه اعضا داشته باشن. بیاین سرشماری بکنیم. کجا هستن اعضای کابینه افغانستان که در جمهوریت بود؟ کجا هست اعضای سنا و پارلمان ما؟ بجز از اقتدار انگشت شمار که او وابسته ملت افغانستان بودن و به اون اساس اگر در وزارت بود، معینیت بود، در ریاست بود، پارلمان بود، سنا ماندن او. اما دیگه ها با دو پاسپورتشون حتی نمیگفتن که پنجابستان هم اجازه راکړئ. تاسو د ټولګډون حکومت خبره یاد کړله. نن هم د ماليزیا او د پاکستان مشرانو لیدکاتنه ترسره کړې. په دغه کې بیا په افغانستان کې په یو ټولګډون حکومت باندې ټینګار کړی دی. ماليزیا هم چیزی گفتن نمیتونن چون کشور مسلمان و کشوری هست که با افغانستان تعامل خوب میخواه، خانه‌شان آباد. اما پنجابستانی برای ما گفتن نمیتونه که شما حکومت هم شمول بسازین. جناب پنجابی صاحب، اگر حکومت همشول برای ما میگی آزاد پختونخواها، بلوچها، سیندی ها و تی تی پی چرا با تو در جنگ هست؟ همون حکومت همشول با او بساز. در کابینتون سهم بده، در پارلمان سهم بده که جنگ نباشه و انگشت انتقاد پنجابی طرف افغانستان نباشه. اصلاح عامیانه است، اول سر کل خود مویدار بساز، باز به جانب مقابل بیا یک انتقاد بکن. پنجابی ها افغانستان با ثبات اقتصادی سیاسی در پهلوی خود قبول ندارن. وقتی به کابل سفر میکنی افغانستان بایجان هستیم، ما برابایی هستیم، برادر کلان. وقتی از افغانستان میره باز ما تروریسم پرور هستیم.
یا نمک به حرام هستند. از وقتی که پنجابستان به وجود آمده آبهای دریای کنر تحت نام دریای کابل تا به لاهور میره. پنجابی استفاده میکنه، اما همون آب و نمک افغانستان یار شرمانده که امروز تمام جهان میفهمه که پنجابی در کجا قرار داره. به نحوی که گروه های هراس افغان در یک هفته گذشته اعضای هیئت رهبریشان بیش از 4-5 نفرشان در اونجا کشته شدند و پاکستان مقام اول در کشف و تولید و پروسس مواد مخدر را گرفته. در لابیگری های استخباراتی نفر اول هستند، در معامله‌گری های استخباراتی اول هستند. او بر ما میگه که ما افغانستان با ثبات را قبول داریم. اگر قبول داری، در 4 سال گذشته حکومت اقتصاد محور عدم مداخله در امور کشورها و امنیت را امارت اسلامی افغانستان پیام داشت به تمام جهان به شمول حاکمان ایرانستان و پنجابستان. پنجابی جرأت میکنه که افغانستان به رسمیت بشناسه؟ چطور دور قبل امارت اسلامی اولین کشور پاکستان بود که به رسمیت شناخت و حال باز پنجابی ها میگن که ما استاد بودین، شما شاگرد ما. خب بسیار وقتا میشه که شاگرد از استاد قوی‌تر عمل میکنه. ډیر عزت بحث ته به دوام ورکوو. وروسته یوې لنډې دمې عزتمند لیدونکو اوس هم لنډه دمه لرو، بیرته راګرځو. د خبرونې دوام ته راغلاست. افغانیار صاحب، لکه څنګه چې اوس د اسلامي امارت امریکا ترمنځ تعامل موضوع مطرح ده، که امریکا اسلامي امارت په رسمیت وپیژني، د افغانستان لپاره به یې ګټې څه، د افغانستان لپاره به یې لاسته راوړنې څه، او په ټوله کې افغانان به څومره ګټه وکړي د کار څخه؟ مهم برای ما، برای ملت افغانستان این هست که ما استقلالیت اقتصادی نه بغیر د استقلالیت د موضوع څخه افغانیار صاحب سیاسی داشته. ببینید هر حاکمیت که تمام جهان شما رو به رسمیت بشناسه استقلالیت اقتصادی و استقلالیت سیاسی نداشته باشین، پس برمیگردیم به جمهوریت برمیگردیم. درست. بغیر د بګراوند موضوع، بغیر د اډیل موضوع و دغه ټول موضوع د اسلامي امارت وایاند رد کړي دي نن په دې مرکه کې. د دې سربیره که په یو عادي تعامل لکه څنګه چې اسلامي امارت وایي چې د ټول هیواد سره هیوادونو سره موږ اړیکې غواړو، که په دغه شکل باندې امریکا اسلامي امارت په رسمیت وپېژني، بیا به له افغانانو لپاره به ګټې څه؟ ګام مثبت هست. وقتی به مو اساس به امریکایی ها افغانستان رو به رسمیت بشناسند و بر افغانستان برنامه های خصمانه و استخباراتی نداشته باشند، برای ما فرق امریکا و کشور به نام تاجیکستان نیست که در پهلوی ما است که جمعیتش به اندازه کابل هم نمیرسه. اما مهمی است که امریکایی ها برنامه دارن و پلان دارن. هیچگاه اوها اجازه نمیدن کشورها که نوپا باشه بدون مداخله سیاسیشان اوها به پیش برن. در 4 سال گذشته اوها فکر نمیکردن که افغانستان به این حد برسه در بخش اقتصادی و سیاسی. برنامه امریکایی ها را جناب اشرف غنی آمد مختل ساخت. او فکر میکرد که جنگ پشت دروازه های کابل کلانشهرها استفاده میشه، بازی یک حکومت مختلط جور میکنن، باز همون رهبرای احزاب 7گانه و 8گانه، باز این نوچه هایشان که در طول 20 سال جمهوریت که بچه 7 سالش هم تفنگچه به کمرش بسته بود، اینا باز میان شامل حکومت میشن، حکومت مختلط ساخته میشه. باز فرقش چی بود؟ اما رفتن اشرف غنی یار طوری نارام ساخت که نفهمیدم چگونه میشه وقتی که امارت اسلامی عسکرش به داخل کابل آمد با خاطر تامین امنیت پلانشان برهم خورد. اوها میگفتن وقتی که در افغانستان جنگ باشه، افغانستان مثل سوریه و یمن و عراق میشه. باز ما پنجابی ها را میگین، ایرانستانی ها را میگین که اعضاب 7گانه ایرانستانی، 8گانه پنجابستانی برن جنرالایشان به افغانستان، اینجا بگن که افغان ها چگونه خود بکشن. و افهمی که امارت اسلامی مطرح بحث قرار داد و او را مدیریت کرد با وصف از که نقاط ضعف هم به وجود آمد، باعث شد که افغان ها به یک میز بنشینن، به یک اداره ایفای وظیفه بکنن. امریکایی را قبول نمیکرد، کشورهای همسایه قبول نمیکرد. شما وزارت داخله برین، وزارت دفاع برین، ارگان های کشفی استخباراتی شما برین، عسکرایی که در جمهوریت بود، افسری که در او زمان بود، امروز به یک میز نشسته هستند، ایفای وظیفه میکنن. یکی مأمور، یکی کارمند، یکی مدیر، یکی معاون، از یک جدول معاش میگیرن، از یک جدول او ترفیع میگیرن، یک تامخان نان میخورن. این کی قبول میکرد؟ آیا ملت افغانستان قبول میکرد؟ شما 20 سال در 2 میدان جنگ بوده باشین، در یک طرف جنگ برادر، در طرف دیگه بچه کاکا باشه، در یک طرف دیگه با قوم نزدیکت باشه. به قبرستان شما میرفتین، قبرستان 2 تقسیم شده بود، به یک طرف قبرستان بیرق سرنگ بود، به یک طرف دیگه بیرق سفید بود. این کی قبول میکرد که افغان‌ها با هم همدیگر پذیر باشه و باز علیپورهای پیدا نشود که راکت ایرانستانی سر شانش باشه، هلیکوپتر اردوی ملی را بزنه و کس از او پرسان نکنه؟ در جمهوریت چگونه بود؟ ملت افغانستان شاهد است. فرمان رئیس جمهور از ارگ تا به سپیدار نمیشرید. یک وکیل پارلمان دروازه ارگ را میگم میکنین. یک ولسوال تعیین میشد، سرکا بند میشد. هفته ها والی تعیین میشد، دفترش به کابل بود. قماندان امنیت تعیین میشد، رفتن نمیتونست، دفترش به وزارت امور داخله بود. قومبازی ها به کجا رسیده بود؟
سهم ما کجاست؟ سهم قوم ما کجاست؟ سهم قومشان نبود. این سهم حاکمیت ایرانستان و سهم حاکمیت پنجابستان و سهم حاکمیت تاجیکستان و ازبکستان و کشورهای دیگه مطرح بحث بود که نماینده هاشون بود. روزی هم گریختن شد، هر کدام به مو آدرس رفت، مرزها را سرشان بسته کردن. ما از هرات هستیم، هرات از استانقله هستیم، به بچه مرز هستیم. مردم افغانستان شاهد است. مردم هرات، کسایی که به مرز استانقله رفته بودن، عساکر خامنه ای او را چقدر نگاه کرد و او میگفتن ما را میکشه، ما را بان برین. آیا تجهیزات نظامی معمی لحظه اوجه نیست؟ به بندر حیرتان بردن نیست؟ تیاره هلیکوپترهای افغانستان به کجا هست؟ کی برد دواره؟ همون کسایی که وطن میگفتن، همون کسایی که 40 سال قبل در جغرافیا به نام افغانستان یک ول زمین نداشت، اما امروز دخترایشان در دبی هتل 5 ستاره داره، بچه‌هایشان قایقای لک دلاری میخره، همراه امریکایی ها شریک سازی ها میکنن. این ملت آگاه است و این خوب میفهمه که نقاط ضعف کجاست، نقاط قوت کجاست. این که امریکایی ها اعلام میکنن ما بگرام را میگیریم و عکس العمل مردم را دید، عکس العمل حکومت افغانستان را دید، فهمید که نمیشه. ما 4 سال نتونستیم از آن مردم افغانستان را طوری مدیریت بکنیم که علیه برنامه‌های فعلی باشه. پس این ملت باز در پلوی هم استاده میشن. بله، اگر ملت افغانستان در بی اتفاقی اتفاق دارن، در منافع ملی اتفاق میکنن. حضور خارجی کی قبول میکنه که عسکر آمریکایی باز دوباره بیای پای سر گلوله دختر افغان مانده باشه، خواهر افغان مانده باشه، باز محبس ها باشه، باز کشتن ها باشه؟ از همین میز ما صدا میکنیم و شاید ملت افغانستان است و اعضای هیئت رهبری اسلامی دوحه دور است، بیا با افغانستان با شما صحبت کنین. در 4 سال گذشته نقاط ضعفشان را ضعف گفتین و قوت را قوت گفتین. در 4 سال برنامه‌های حکومت فعلی افغانستان مطرح بحث داشته. در طول 20 سال که در جمهوریت بود که درس خواندین، تحصیل کردین و ایفای وظیفه کردین، آیا بود؟ ما اینا به خاطر از این کسایی که بیرون از افغانستان میبینن این متوجه باشن که دشمن هنوز هم در صدد نفاق افغانی هست. ما را به قوم و سمت و گروپ و ملیت تقسیم بکنه و منافع خود به افغانستان تطبیق بکنه. اگر امروز در افغانستان بیرقبازی نیست، رهبربازی نیست، چرا تحت نام مخالفین سیاسی به کشورهای منطقه ما نشسته باشین؟ چرا پیش ایرانستانی باشین؟ چرا پیش پنجابستانی باشین؟ آیا به واقع این کشورها برای ما خوبی رو میخواین؟ براشون نمیگه برادر در افغانستان کدام آمریکایی و انگلیسی نیست، شما برادرهای افغان هستین، بریم با هم بشینین. این جای سوال بر ما هست. وزیر خارجه ایران سفر میکنه به کابل میایه، میره قهوه مینوشه، ما داداش جون هستین، قربونت برم. وقتی که به تهران میره باز میگه حق اقلیت های افغانستان به کجا هست؟ کسی نیست از پرسان کنه که آیا امارات اسلامی افغانستان از تو پرسان کرد که 26 میلیون اهل سنت جایگاهش به کجا هست؟ چرا حکومت همه شمول تو نمیسازی؟ چرا بر بلوچ ها، بر کرد ها، بر بقایای حکومت شاه سم نمیدی؟ این نشست هایی که انجام میده همراه مالیزی و همراه نخست وزیر پاکستان، یا مایسوری سیاسی هست و صحبت هایی که جناب ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت افغانستان اعلام کرده بر مبنای واقعیت های عینی جامعه است. با تمام جهان ما تعامل میخواهیم. به تاکید میگیم بر محور حفظ منافع ملی ما، استقلالیت اقتصادی و استقلالیت سیاسی. صحیح افغانیار صاحب، فکر کوئ چې اوس نړۍ نور د افغانستان واقعیت درک کړی دی، واقعیت په دې باندې پوهیږي چې اسلامي امارت دی چې د افغانستان واقعیت دی او د همدغه واقعیت پر مبنا غواړي چې د اسلامي امارت سره تعامل وکړي؟ بله که واقعیت هست. از اسلامقره تا بطورخم، از واخان بدخشان تا به نیمروز چند بیرق است؟ چند حاکمیت هست؟ جزایر قدرت کجا هست؟ رهبر و کفن، رهبر رفت کفن ها ماند، سرک ها بند میشد، بالای عکس رئیس جمهور در افغانان فر نمیشد. کی از پرسان کرد که چرا چنین هست؟ به یک روز 2 تحلیف نشد، یکی در ار یکی در سپیدار. قرآن نمیخواد که ما از وطن دفاع میکنیم، کجا هستن مو؟ ور خدا نمیشرمانه؟ امروز که در افغانستان 2 میدان جنگ نیست، پیام ای هست که بیاین به وطنتان، وطن ما بسازین. دست شکسته ما به گردن ما وطن خود ساخته میتونین. امریکایی که عساکرش کشته شد، امریکایی که توپ و تانک تجهیزاتش ماند، 2.3 تریلیون دلار پیسش ماند، رفت. او میفهمه که از طریق جنگ ما گرفته نمیتونین. بر او رهبر و رهبرزاده شرم است که منتظر است که پنجابستانی و ایرانستانی برای از او کلاشینکوف و پیکا بده، باز او بیاد دوباره قدرت را بگیره. چنین نمیشه. همه چیز در خواب و خیال نمیشه. واقعیت عینی جامعه افغانستان این هست که ملت افغانستان آرامش میخواد و امروز در افغانستان آرامش هست. بله، نقاط ضعف هست. نقاط ضعف از عسکری که امروز از پیرو گزمه میکنه تا مقامات زیرسرای حکومت افغانستان میفهمه که نقاط ضعف چی هست. ما امیدوار هستیم نقاط ضعف بر محور حفظ منافع ملی افغانستان به نقاط قوت تبدیل شود تا انگشت انتقاد جهان به طرف افغانستان نباشه. صحیح.
ولې اسلامي ملکونه اقدام نه کوي د افغانستان اسلامي امارت د رسمیت پیژندنې لپاره؟ موږ ډیری اسلامي ملکونه لرو، خپله مالیزیا هم ده، ترڅنګ اندونزیا ده، مصر ده، ډیری ملکونه دي. ما گفتیم که استقلالیت اقتصادی و سیاسی داشتن در حکومتداری مهم هست. آیا همین کشورهایی که شما نام بردین استقلالیت اقتصادی و استقلالیت سیاسی دارن؟ اگر داشته باشن خب ما رو به رسمیت میشناختن. پس وقتی که روسیه در تقابل با آمریکاست استقلالیت سیاسی و اقتصادی داره، افغانستان رسمیت شناخت. بیاین یک مثال عادی ما شما مطرح بحث داشته باشیم. از خمینی تا به خامنه ای میگن مرگ به امریکا، شیطان بزرگ امریکا. همون شیطان بزرگ عسکرش از افغانستان برآمد. دشمن دوست است. افغانستان دشمن شماست؟ چرا افغانستان رسما نمیشناسی؟ چرا نمیشناسن؟ با خاطری که در افغانستان حکومت تحت زعامت جناب شیخ صاحب هست و ایرانی میگه که ما رهبر مسلمین جهان هست. پس وقتی که او خود رهبر مسلمین جهان میدانه، حکومت بر مبنای تطبیق شریعت را او در پهلوی خود قبول میکنه. پنجابی ها میگن کجا ما علما دارین، ما فتوا میدین، شما شاگرد بودین، ما استادتان بودین. او قبول میکنه که در کشوری که 4 سال قبل 2 میدان جنگ بود، روز 1000 تا بود، پشت دروازه خانه افغان ها مانده میشد، امروز برادروار زندگی میکنن. چطور آرامش پیدا کردین؟ اقتصاد همیشه هست. خوب یادم هست 20 چند سال قبل 1000 تومان ایران 1,20,000 افغانی میشد. حالا 1000 تومان 6 پول میشه. درست. یعنی شما اگر بر یک طفل بدین به دکان بره، یک ساجق برش نمیده. و افغانستان با ثبات اقتصادی سیاسی را قبول نداره. افغانان فقط 2 دقیقه وقت لرو، جنبندی کو، حل لارو ته براشو او پیغام مو څه دی؟ اتحاد، انسجام، همدیگر پذیری ما را به سر منزل مقصود میرسانه. این پیام به رهبر و رهبرزاده و کسایی که در بیرون از مرزهای افغانستان هست، بیاین به وطنتان این وطن بسازین. از طریق جنگ نمیشه. تفنگ را همه یاد دارن. این قلم هست، با یک نقطه محرم مجرم میشه. اگر میتونین حلقه غلامی را از گوش خود پس کنین، به وطنتان بیاین، خانه تان هست. جنگ راه حل نیست، تفاهم هست. امریکا تفاهم میکنه. روسیه را که 4 دهه قبل پدران ما در جنگ با او بود، امروز تفاهم میکنه. شما چرا تفاهم نمیکنین؟ در بعد فرامنطقی ما به تاکید میگیم، برای ما استقلالیت اقتصادی و سیاسی مطرح بحث است. اگر تمام دنیا ما را به رسمیت بشناسه، ما استقلالیت اقتصادی و سیاسی نداشته باشین، باز هم ما موفق نیستین. پس بنابراین اگر جهان ما را به رسمیت نمیشناسه، به خاطر از اینکه شما بیاین قبول کنین مهره های ما را، شما قبول کنین برنامه‌های استخباراتی ما را، پس همون انزوا بهتر از حضور کسایی هست که باز افغانستان را بخواین تجزیه شوه، باز قوم و سم مطرح بحث باشه، باز نماینده حاکمان ایران و پنجابستان و تاجیکستان مطرح بحث باشه در حکومتداری. همون نماینده هایی که توپ و تانک افغانستان را به قیمت آهنکنه بر پنجابی ها فروختن، همون کسای رهبرزاده هایی که رئیس استخبارات پنجابستان را میگفتن شما بیا به عنوان مشاور نظامی ما باش، همون رهبر و رهبرزاده هایی که ماشینری کارخانه سمنت هرات را به ایرانستانیا تحفه دادن، همون کسایی که چای نفت تریپول را میخواستن از بین ببرن که نفت ایران خشک نشوه، همون رهبر و رهبرزاده هایی که پروژه سمنت را خراب کردن چرا که سمنت قاین به افغانستان بیاید. این افغانستان باید ساخته شود. ساختهش به دست ما و شما و ملت افغانستان هست. امروز طفل 7 ساله افغانستان هم سیاست را میفهمه. باز هم به تاکید میگیم آبادی وطن تعهد و تخصص میطلبد. تعهد بدون تخصص و تخصص بدون تعهد ویرانی وطن هست. متعهدین و متخصصین در پهلوی هم قرار بدین، وطن خود ما بسازیم. نقاط ضعف باید به نقاط قوت تبدیل شود و قوتتر به امید افغانستان بهتر. د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی ډاکټر زلمی افغانیار صاحب په خپرونه کې ستاسو له ګډون څخه نړۍ منندوی یم. عزتمند لیدونکو، د نن څېړنه خپرونه هم پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا کتو په الله پاک مو سپارم. ښې چارې.